الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. گفتیم درباره الاستوا گپ می‌زنیم. الله سبحانه و تعالی قرآن به 7 موضع به درباره استوا گفت. الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى یعنی الله سبحانه و تعالی بالای عرش به چه استوا شد. یعنی این بالای مثلا چه بالای عرش به بودن رب العالمین دلالت میکنه. شیخ ابو نصر الامام العلامه الفهامه ابو نصر السجزی رحمه الله کتاب اماله به میگوید که و ائمتنا كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الله بن مبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بن راهويه متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكان. میگوید که سجدی رحمه الله امام های ماها مثال سفیان ثوری و مالک بن انس و سفیان بن عیینه و حماد بن زید و حماد بن سلمه و ابن مبارک و فضیل بن عیاض و احمد بن حنبل و اسحاق بن ابراهیم ابن راهويه همه منها متفق شده که الله سبحانه و تعالی بالای عرشش به بذاتش. الله سبحانه و تعالی چه فوق العرش، فوق معناش بالا، عرش یعنی بالای عرش به چه بذاتش الله سبحانه و تعالی بالای عرش به و ان علمه بكل مكان و علم الله تعالی همه مکان به. فهمید؟ و میگوید که ابو عمر الطلمنکی رحمه الله کتاب اصولش میگوید که اجمع المسلمون من اهل السنه والجماعه على ان الله استوى على عرشه بذاته. تمام مسلمان ها اعتقاد یعنی اجماع کردن که الله سبحانه و تعالی بالای عرش به بذاتش سبحانه و تعالی. اکو معنای چی گفتیم؟ یعنی ما استوا یعنی معنای گفتیم یعنی قول الله سبحانه و تعالی اومدگی قرآن با گفتیم زایتر از چی گفتیم؟ یعنی 7 موضع به مثلا الله سبحانه و تعالی چی میگوید؟ یعنی الرحمن میگوید که یعنی چه درباره استوا میگوید سبحانه و تعالی مثلا چه استوا میگوید یعنی مثل سوره یونس، سوره رعد، دیگه سوره ها به الله سبحانه و تعالی ثم استوا على العرش بس بالای عرش به استوا. اكو معنای استوا، معنای استوا یعنی معنای الاستوا، معنای استوا على العرش، معنای استوا یعنی ما میدونیم که الله سبحانه و تعالی امت محمد صلی الله علیه و سلم به چه با همون لغت خطاب کرد که و این لغت برای ویها چی است؟ معروف معلوم است. معروف و چه و معلوم است. معروف و معلوم است. معروف و چه بوده است و معلوم بوده است. اناکنون برای همین این استوای چی میگوید؟ یعنی میبینیم که یعنی از متقدم ها امثال مثل امام مالک رحمه الله بلکه استاد امام مالک ربیعة الرأی رحمه الله استوای چی میگوتن که الاستواء معلوم والکیف غیر معقول او مجهول والایمان به واجب والتصدیق من الایمان والسؤال عنه بدعه. یعنی استوا میگوید چه معلوم، معناش معلوم نمیدونیم لیکن کیفیت چه نمیدونیم، معناش معلوم. برای همین لغت عربی با وقتی که میگردیم امام های اهل لغه و الجماعه همین استوای با یک چند معناها چی کردن یعنی تفسیر کردن. برای هم میبینیم که لغت عربانده، لغت عربی که عرب ها به من لغت گفتن، امام هایی که مثلا قول همین ها به برگردیم میبینیم که استوا یعنی از 4 چیز چی بیرون نمیبراید، از 4 چیز بیرون نمیبراید. میگوید که الحافظ ابن القیم رحمه الله میگوید که تمام مثلا علماهای یعنی لغت و لغت ادب عربیه جمع کرده میگوید که فلهم عبارات علیها 4 قد حصلت للفارس الطعان وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك
قد سعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدري نعم أدرى من جهمي بالقرآن. یعنی میگوید که من عباره های اهل علم از همین 4 چیز نمی براید. این چیز چی به دست؟ یکمش استقر، دویمش علا، سیمش ارتفع، سیمش صعده. صعده یعنی در همین 4 چیز به همین 4 معنا میبیاید. یعنی این معنای همین میبینیم که صعود و الارتفاع و العلو اینا چی؟ بالا. یعنی الله سبحانه و تعالی بالای عرش بدن به دلالت میکند. و اما استقر معناش چه؟ استقرار. هم به میبینیم که دیگه مثلا علماها مثل الفیومی رحمت الله علیه صاحب کتاب المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر للرافعی میگوید که استوای مثلا لغتش میبینیم استوا علی الفرس ای استقر. دیگه عرب میند، یعنی عرب وقتی که میگوید که فلان بالای اسب استقرار شد معناش یعنی استوا شد، ای بالاش به چی میگوید؟ استقرار شده میگوید. و اینچنین امام لغت عربیه که از ائمه‌هاش مثل الجوهری رحمت الله علیه صاحب صحه میگوید که واستوى على ظهر دابته استقر، یعنی بالای سواره به استوا شدن میگوید معناش ای استقرار شدن. و کذالک که از امام های لغت عربی که نام این آدم عبدالله ابن مسلم ابن قتیبه ابو محمد دیناوری رحمت الله علیه میگوید که قول الله تعالی میبیارد میگوید که الرحمن على العرش استوى ای استقر كما قال سبحانه وتعالى فاذا استويت انت ومن معك على الفلك ای استقررت. یعنی الرحمن على العرش استوى معناش میگوید که استقرار میگوید، مثل قول الله سبحانه و تعالی وقتی که تو و همونهایی که نوح علیه السلام میگوید که تو و همونهایی که همراه تو بالای فلک کشتی به استوا شدید ای استقرار شدید میگوید. و ابن عبدالبر رحمه الله صاحب کتاب تمهید میگوید که والاستوا میگوید معلوم فی اللغه. استوا معناش چیه؟ معلوم لغت به و مفهوم همین چیست؟ یعنی معنای استوا میگوید لغت عربی به معنای زیل میبیاید، یعنی علو، ارتفاع علی شی، بالا یک چیز شدن، و الاستقرار و التمکن فيه، استقرار شدن معناش میگه. لغت عرب هم خیلی چیزا میفهمد. ابو عبید رحمت الله علیه قولش میبیارد اون اینجا که یعنی چی میگفتن؟ یعنی به همین چیز یعنی چی میگفتن؟ ابن عبدالبر میگوید که الاستوا میگوید الاستقرار فی العلو وبهذا خاطبنا الله عز وجل وقال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. یعنی استوا میگوید معنای استقرار به بالا، یعنی در بالا استقرار شدن معناش میتید. و به همین لغت الله تعالی ما را خطاب کرد لتستووا على ظهوره، یعنی همین چارپاها شتور، اسب، خر بالا همینا به استوا میشوید ای استقرار، یعنی قرار میشوید. سونه چی میگه؟ نعمت الله تعالی یاد باوره وقتی که چی قرار کشیدید نعمت چی الله تعالی یاد به میبیارد میگوید که دعای سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين میگوید. و همین بیان تمام از یعنی این چی بود؟ یعنی امام های اهل لغت و امام های اهل تفسیر امثال مثلا مفسر عظیم الکلبی رحمت الله علیه و مقاتل استوای به چی تفسیر کردن؟ ها به استقر تفسیر کردن. معنای استوای چی گفتن؟ استقر گفتن. چی گفتن؟ استقر گفتن. و كذلك یکی از علماها و امام های اهل سنت امام ابو احمد القصاب عقیدش میگوید که كان ربنا عز وجل وحده لا شيء معه ولا مكان يحويه فخلق كل شيء بقدرته وخلق العرش لحاجة إليه فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد لا استقرار راحة كما يستريح الخلق. يعني الله سبحانه وتعالى تنها خودش بود، لا شيء قبله ولا معه، يعني يقول چیزی نبید امر الله تعالی. و چرا عرش را خلق کرد؟ برای که نه که الله تعالی حاجت دارد به عرش. سونه چی شد؟ استوا شد. استوایی که استقرار چی خیلی که میخواهد، نه که استقرار به معنای راحت کردن. چی خیلی که خلق استقرار کرده چی میکند؟ راحت میکنه. نه، استقراری که کیف شاء، چی خیلی که الله سبحانه و تعالی چی خواست. چی خیلی که الله سبحانه و تعالی چی کرده بود یعنی خواست.
برای همین این چی گفتیم، یعنی همین همین چیزها چی به چی دلالت میکند؟ دلالت میکند که معنای استوا به هم معناهای ذیل می اومده است، معنای ارتفاع، معنای علو و معنای صعود و معنای استقرار، هم معناهای چی میداده است. یعنی هیچ وقت اینجا ما گفتیم چی معناش چی خیلی که گفتیم لغت عرب معروف، معناش لغت عرب چی معروف. برای همین شارح یعنی شرح کننده ترمذی مبارک فوری رحمه الله معنای چی استوای میگوید که علی ظهرها میگوید ای استقر علی ظهرها، با چی با استقرار. و كذلك العظیم آباد کتاب یعنی شرح کننده سنن ابی داوود مثلا. یعنی همین، یعنی ما چی گفتن اینجا، یعنی ما قرآن چی خیلی که نازل شدگی هم خیلی میفهمیم. دیدیم که عرب ها یعنی امام های لغت عرب و امام هایی که همین تفسیر قرآن به سخن گفته بودن به چه تفسیر کردن؟ به همین استقرار و ارتفاع و علو و صعود تفسیر کردن این چیزه. این لغت چه معروف است این چیز. هم به نکن ما گفتیم معناش، لیکن کیفیت این چیز چگونگی این چیز برای ما چه این معروف نه. هم به دایم مثلا منهج ما چه همین آیت 11 سوره شورا الله سبحانه و تعالی میگوید که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، یعنی مثل الله سبحانه و تعالی چیزی نیست، مثل الله سبحانه و تعالی چیزی نیست. و وای چی هست؟ شنوا هست و بینا هست. فهمده؟ شنوا و بینا هست. برای همین یعنی این مثلا چی گفتیم، یعنی انا دلیل هایی که گفتیم، یعنی همین قولی که ما میشد، یعنی قول امام های اهل سنت و الجماعه، امام های اهل سنت چی و الجماعه. ما گفتیم قرآن الله سبحانه و تعالی چخیلی که سوره حج به الله سبحانه و تعالی میگوید که ما هر یک نبی بچه با لغت قوم خودش چی کردیم، یعنی فرستاده. یعنی هر یک نبی که اومد مثلا چه ما با لغت چه با لغت قوم خودش فرستاده، با لغت قوم خودش. همین به میبینیم که یعنی چه رسول الله صلی الله علیه و سلم این اومده قرآن به صحابه ها فهموند و صحابه ها به تابعین ها فهموندن. و چه خیلی که گرفتیم از قول مثل ابو عبید و مقاتل و کلبی، همین خیلی به این چیزای ما چه تفسیر کردن. برای این چیز باید که ما چه از وی ها قبول کنیم، این چیز چه از وی ها قبول کنیم. والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعضی کس میگوید که حدش به دلیل میگن، یعنی خوابی چون میکنه هم بلندی و هم مکان. نه کلام باطل، این کلام باطل. یعنی این چیز مثلا این چیز هم قرآن هم سنت هم عقل این چیز چی میکند؟ رد میکند. الله سبحانه و تعالی بالای چی بگفتیم؟ عرش به و عرش الله سبحانه و تعالی بالای چی به؟ بالای آسمان بگفتیم. با دلیل عقلی که مثلا شیر رو از آب جدا کنی، همین که عقل همین اخلاق دلیل میکنه. نه این چیزها همش یعنی این چیزهایی کی این قیاس میکند؟ یعنی همینه که قدری الله تعالی نفهمیدگی آدم از قرآن سنت دور بدگی آدم. لیکن آدمی که یعنی معنای قرآن معنای سنت فهمید با فهم صحابگان و تابعین ها، از این قول ها چی میشد؟ دور میشد. یعنی چیزی که اومد از قرآن از سنت این چیزی ما چی میکنیم؟ یعنی قبول میکنیم. یعنی نه حالا